این ابرای نانوه بله. باشی خط و خشه که یه خود سطحیه زیاد مثلا عمقی و اینا این لوایی در که مثلا ای دست میدادی ناخون و اینا میخوره این سیاهی ها نه با این پاک میشه با آب فقط خیسش میکنه اینجا نگاه میکنی الان نگاه نزدیک بگی اینجا رو ببین چه سیاهه نگاه کلو جالبه کلا پاک شد این خطا رو نگاه کن یعنی الان با اون دستماله و آب داری این کارو فقط می‌کنی؟ ابر نانو آب همین چیز دیگه ای نمیخواد این خطای سطحی که خود چرک و کثیفی ها میره توش اینا پاک میشه قشنگ تمیز شد نگاه کنی دستگیری خیلی قشنگ شده چه خطای ریز داره آره اینا میره این هم یه خود بیشتر بکشی میره کم رنگشون میکنه جالبه خیلی خوب بود اسمش چیه؟ چه شرکتیه این؟ پشت این نگاه این لبای آینه رو بگی آره لبای آینه زیاد میشه اینه پولیش میخواد ولی باز با این حال خیلی مثلا سیشو کم میکنه اونجایی که محوش کرد قشنگ اینجا که آره محو شد اصلا خیلی خوب بود میشه اون جعبش هم نشون بدیم یعنی مال چه شرکتی بوده؟ هستش اکثر دوستش بخره اکثر این لوازم یدکی‌ها دارن میشه ماجیک قیمتش چیه ما؟ اینا 20 تومنه خیلی خوبه ماجیک ابر نانو خیلی خوب بود یه فیلمتو قطع کن مرسی